قاعده سوم چی است؟ توحید و شرک در محبت بفهمیم. توحید و شرک در محبت، اینا اقسام محبت بفهمیم. باز بعد از اون میفهمیم کدامش توحید است کدامش شرک است. محبت اصلا سه قسم است. یکی محبت الله است که این محبت در چی می باشه؟ در قلب می باشه. والذین آمنوا اشد حبا لله، این محبت الله میگن. دوم محبت عبادت است. او چه قسم است؟ اینمی قسم محبت عبادت میگن. ببخشید. قسم دوم محبت فی الله است. محبت فی الله است. یکی محبت الله هست، یکی محبت فی الله هست. یک فی زیاد شده دیگه. محبت فی الله چی هست؟ که یک کسی را به خاطر الله دوست داشته باشی، یک مخلوق. اینه میگه محبت چی است؟ محبت فی الله هست. مثلا یک کسی را میگی احبک فی الله، من تو را دوست دارم به خاطر کی؟ به خاطر الله. ما و شما چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داریم؟ ما و شما رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر الله دوست داریم. محبت پیغمبر محبت فی الله هست. یعنی یکی محبت اصلی است حقیقی، یکی محبت مجازی هست. محبت الله محبت حقیقی هست. اما دیگرها مخلوقا را ما فی الله به خاطر الله دوست داریم. محبت از او اصلی نیست، اصل محبت الله هست. پیغمبر را چرا دوست داریم؟ به خاطر که این رسول الله هست، فرستاده الله هست، دوست الله هست. یعنی شما اگر یک دوست الله را دوست می داشته باشی، این محبت چی میگه؟ فی الله میگن. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که انس ابن مالک رضی الله عنه میگه در حدیث است که حدیث صحیح مسلم است. در صحیح مسلم یک حدیث آمده است که انس ابن مالک قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یؤمن احدکم، یکی از شما مؤمن گفته نمیشه حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین، تا وقتی که مرا از اولادای خود و از والدین خود کرده و از تمامی مردم کرده دوست نداشته باشه. یعنی تا وقتی که یک کس رسول الله صلی الله علیه و سلم از مادر و پدر خود کرده، از اولاد خود کرده، حتی از نفس خود کرده دوست نداشته باشه، این مؤمن واقعی گفته نمیشه. پس این قسم دو محبت چی است؟ محبت فی الله هست که ما دوستای الله را به خاطر رضایت الله دوست داریم. قسم سوم چی است؟ محبت مع الله هست. محبت مع الله هست. این محبت مع الله کدام یکی است؟ محبت مع الله این است که یک نفر به مو اندازه که الله را دوست می داشته باشه، یک مخلوق را دوست می داشته باشه. مثلا کافرها بتهای خدا مثل که الله را دوست دارن او را دوست دارن. یا مثلا کافرها که از قانون مخلوق از قانون الله کدام ترجیح میتن، او را میگه ما بسیار دوست داریم، به خاطر از این ما جان میتیم، ما به خاطر سوسیالیسم مبارزه میکنیم و امروز زیاد محبت قوی دارن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله، این محبت شرکی هست که محبتی که شایسته الله هست او را چی کنی؟ برای مخلوق بتی. این محبت شرکی هست. پس نباید یک مخلوق مثل اینه باز محبت مع الله میگن، یعنی امرای الله یک مخلوق اما تو محبت میکنی که مثل که الله را محبت میکنی. و قسم چهارمش یک قسم دیگه محبت است که باز این محبت غریزی گفته میشه یا طبیعی گفته میشه. این محبت باز به عقیده ارتباط نداره. محبت طبیعی طبیعتاً یا غریزتاً، پس پدر اولاد خدا به حساب غریزه دوست داره. این محبت مربوط به عقیده نیست. شما مثلا اولادتان دوست دارین، من مادرم دوست دارم، من پدرم دوست دارم، من اولادم دوست دارم، من اعضای خانواده خود دوست دارم، صحیح نه؟ یا محبت شفقت است، قاری سنش خورد است، محبت شفقت میکنی. یعنی محبت شفقت و محبت اولادا این یا کس محبت چی است؟ محبت غریزی هست. یا که یک نفر در یک اتاق زیاد زندگی میکنی که عادت انس میگیری، این محبت غریزی هست، بازی به عقیده تعلق نداره. پس محبت الله هست که محبت اعتقادی هست.
این محبت عبادت است. محبت فی الله این هم محبت عبادت است که تو یک دوست الله را به خاطر الله چی می داشته باشی؟ دوست می داشته باشی. از این خاطر در حدیث سبعتون یذلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله و رجلان تحابا فی الله. پس که محبت عبادت است. یک شخص من تو را دوست دارم به خاطر چی تو را دوست دارم؟ که تو دوست الله هستی. صحیح نه؟ پس وقتی که تو را من دوست دارم به خاطر که تو دوست الله هستی، این هم یک عبادت است. متوجه شدین؟ و قسم سومش محبت شرکی هست. محبت شرکی کدام یکی است؟ که یک نفر مخلوق به اندازه الله دوست داشته باشه. این محبت شرکی هست. باید مخلوق به این اندازه دوست نداشته باشی که به همراه الله وقتی که برابر شد باز میگه که نه برادر تو از الله. از این خاطر پیغمبر ابراهیم علیه السلام بین محبت غریزی و بین محبت الله امتحان میشه. الله میگه مرا دوست داری ابراهیم؟ میگه بله دوست دارم، تو پروردگار من هستی. اولادت چطور است؟ میگه اولادم خب محبت طبیعی دارم، بکشش، ذبحش کو به خاطر رضایت من. پس ابراهیم علیه السلام به خاطر محبت الله دیگه محبت خود چی میکنه؟ قربان محبت الله میکنه. از این خاطر باید محبت غریزی یا محبت طبیعی انسان بلند نشه که در مقابل محبت الله قرار بگیره.